امروز می‌خوایم در مورد یکی از مهمترین قسمت‌های گوشی‌های تلفن همراه صحبت بکنیم که بیشترین تأثیر توی تجربه کاربری ما از تلفن همراه رو داره و اون چیزی نیست جز دوربین. دوربین رو میتونم بگم به جای یکی از مهمترین قطعات توی گوشی‌های هوشمنده که چند سالی خیلی طرفدار پیدا کرده و اصلا میتونه یکی از اولویت‌های ما برای انتخاب گوشی تلفن همراه دوربین باشه. و توی این ویدیو میخوام چند تا ویژگی رو بهتون بگم که قبل از خرید باید به اینها دقت بکنیم تا بتونیم یه گوشی با دوربین خوب و با کیفیت رو انتخاب بکنیم. پس اگه میخوای یه گوشی با دوربین خوب انتخاب بکنی، تک تک این ویژگی‌هایی که توی این ویدیو با هم دیگه مرور میکنیم رو باید بررسی کنی و ببینی که توی دوربین اون گوشی وجود داره. مورد اول وضوح دوربین و اندازه سنسوره. معمولا اینطوریه که اولین چیز توی دوربین گوشی ها به مگاپیکسلش توجه میکنیم. درسته مگاپیکسل بالا خوبه، ولی مگاپیکسل بالا به تنهایی نمیتونه کار رو از پیش ببره. مگاپیکسل بالا کاری که میکنه تصاویر رو با جزئیات بیشتری ثبت میکنه تا ما برای چاپ اگر بخوایم در ابعاد بزرگتر چاپ بکنیم یا روی تصویرمون زوم بکنیم جزئیات تصویر ما حفظ بشه. اما در کنار مگاپیکسل بالا اندازه سنسور هم مهمه که لنز ما سنسور بزرگتری داشته باشه. در کنار سنسور کیفیت لنز هم مهمه و این مهمه که از چه لنزی و با چه کیفیتی استفاده شده باشه. شاید به خاطر همین باشه که خیلی از شرکت‌ها سعی میکنن تولید کننده لنزشون رو هم معرفی کنن. در کنار خیلی از دوربین ها ما شاید دیده باشیم مثلا زده که زایس یا سونی اشاره کرده به این که لنز من توسط فلان شرکت معتبر تولید شده، یعنی من میتونم کیفیت بالا رو بهت بدم. پس در کنار مگاپیکسل بالا اندازه سنسور بزرگتر و کیفیت لنز هم یکی از مهمترین نکاتی که تو مرحله اول باید بهش توجه کنیم. مورد دومی که باید به اون توجه کنیم تثبیت کننده تصویر اپتیکال یا OIS. همونطور که میدونید که از بزرگترین مشکلات عکاسی با گوشی و روی دست لرزشیه که ناخواسته توی عکس و ویدیو ما ایجاد میشه. برای اینکه این لرزش به کمترین میزان برسه و عکس ما یه عکس شفاف باشه و به صورت تار ثبت نشه، یکی از ویژگی‌هایی که دوربین‌های همراه و کلا دوربین‌های عکاسی دارن لرزشگیر اپتیکاله که میاد به صورت خودکار اون لرزش‌های جزئی دست رو حذف میکنه و باعث میشه که عکس ما عکس بدون تاری و با کیفیت بالاتر باشه. همچنین قابلیت توی ویدیو هم دقیقاً همین کار رو میکنه. اگر دقت کرده باشید یکی از تبلیغاتی که برندها روی گوشی‌های مخصوصا پرچم‌دارشون میکنن اینه که میاد دوربین رو تکون میده، فیلم میگیره و در نهایت نسخه نهایی فیلم رو به ما نشون میده که ببین دوربین من لرزشگیرش خوبه، تو شما اگر تکونم بخورید این لرزش ها رو ما براتون فیکس میکنیم و در نظر نمیگیریم. این به خاطر همون ویژگی تثبیت کننده تصویر اپتیکال یا OIS که توی دوربین‌های گوشی به کار میره. مورد سوم داشتن لنز های متعدده، یعنی این ببینیم که گوشی ما چند تا لنز داره و قبل از هم ببینیم که من اصلا میخوام توی چه زمینه عکاسی بکنم، توی چه زمینه تولید محتوا بکنم. مثلا من اگر عکاس طبیعتم نیازه که دوربین من یه لنز واید رو حتما داشته باشه تا من بتونم فضای بیشتری رو توی عکسم جا بدم، یا اینکه اگر من به عکس های پورتره علاقه دارم نیازه که گوشی من یه لنز اولترا واید داشته باشه تا من بتونم عکس های پورتری با کیفیت تری رو ثبت بکنم، یا حتی شاید طرفدار ماکروگرافی باشید. پس وجود یه لنز ماکرو روی گوشی میشه یکی از اولویت‌های شما. پس بسته به نیازی که داریم میتونیم ببینیم که دوربین ما کدوم لنز رو داره و بر اساس اون گوشیمون رو انتخاب بکنیم تا بتونیم در نهایت نتیجه و خروجی بهتری رو داشته باشیم توی عکس‌ها و ویدیوهامون. مورد چهارم این لیست که باید در نظر بگیریم پشتیبانی از محدوده داینامیکی بالا یا ثبت تصویر به صورت HDR هست. این ویژگی به ما کمک میکنه توی هنگام مثلا غروب یا توی نور خورشید عکس‌های با کیفیت دقیق تری رو ثبت کنیم. بدون این قابلیت امکان داره که عکس‌های ما خیلی تاریک یا خیلی روشن باشه، ولی با قابلیت HDR میتونیم نقاط تاریک و روشن رو با جزئیات بیشتری ببینیم و عکس بهتری در نهایت ثبت بکنیم. اگر میخواید با دوربین گوشیتون عکس‌های خیلی حرفه‌ای‌تر بگیرید، پس حتما مهمه که دقت کنید دوربین گوشی شما عکاسی با فرمت RAW یا RAW رو انجام بده. عکاسی تو فرمت RAW یا عکاسی به صورت خام این آپشن رو با ما میده که ما بعداً روی جزئیات عکس کنترل بیشتری داشته باشیم. فرضاً اگر بخوایم نور، رنگ یا حتی کنتراست تصویرمون رو تغییر بدیم بدون افت کیفیت تصویر اصلی ما میتونیم این کار رو بدیم، در حالی که توی فرمت‌های دیگه مثل JPEG دست ما بسته است و ما اگر بخوایم اینها رو تغییر بدیم احتمالی که از کیفیت تصویر ما کم بشه خیلی زیاده. پس اگه دنبال گرفتن یه عکس با کیفیت هستی که بتونی بعداً نور و رنگ و همه جزئیاتش رو کنترل کنی، حتما دقت کن که دوربین گوشی فرمت RAW رو داشته باشه. ویژگی بعدی که خیلی مهمه
داشتن زوم اپتیکاله. درسته دوربین همه گوشی ها زوم رو داره، ولی زوم اپتیکال زومیه که مثلا اگر دوربین شما 5x به شما زوم اپتیکال میده، شما میتونید تصویرتون رو تا 5 برابر نزدیکتر بگیرید بدون اینکه کیفیت شما پایین بیاد. در حالتی که روی زوم دیجیتال کیفیت تصویر به مرور هرچی بیشتر زوم میکنید میاد پایینتر، ولی توی زوم اپتیکال این قابلیت وجود داره که تا چند ایکس تصویر ما بیاد جلوتر بدون اینکه کوچکترین افتی توی خروجی نهایی تصویرمون داشته باشیم. پس زوم اپتیکال هم یکی از مهمترین ویژگی‌هاییه که باید توی دوربین گوشی همراه ما وجود داشته باشه. آخرین موردی هم که توی این لیست باید بهتون بگم که بهش دقت بکنید حالت نایت موده. در حالت عادی دوربین‌های تلفن همراه چون سنسور کوچیکی داره توی شب عکس‌ها رو با نویز بالا ثبت میکنه و این باعث میشه که خیلی از جزئیات هم از دست بره و کیفیت کلی عکس ما بیاد پایین. در حالی که اگر دوربین گوشی ما قابلیت نایت مود یا عکاسی در شب رو داشته باشه، ما توی شب هم میتونیم عکس‌های با وضوح بالا و دقت بیشتری بگیریم. این ویژگی مخصوص اونایی که عاشق عکاسی کردن توی شبن و دوست دارن که توی تایم شب برای خودشون عکس یا فیلم بگیرن. پس حتما مهمه که حالت نایت مود رو داشته باشه. در نهایت اگر میخواید یک گوشی تلفن همراه با دوربین فوق‌العاده خوب و عالی داشته باشید که بتونه به معنای واقعی کار رو براتون در بیاره، مهمه که این 7 ویژگی که با هم مرور کردیم رو دوربین گوشیتون داشته باشه که بتونیم یه خروجی فیلم و عکس خیلی خوب رو داشته باشیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود، ممنون میشم که ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید. راستی به نظر شما بهترین دوربین گوشی همراه رو در حال حاضر کدوم برند داره؟